إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. بعد از حمد خداوندی و صلوات بر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، با کمک و مشیت پروردگار آسمان ها و زمین، درباره یک حدیثی که امام مسلم و دیگر محدثان رحمت الله علیهم اجمعین روایت کردند، ان شاء الله مختصرا صحبت خواهیم کرد. و این حدیث مبارک و این دوایی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم برای امت اسلام پیشنهاد کردند، یکی از عمده ترین و بهترین دواها برای انسانیت می باشد. زیرا که انسانی که بر این کسلی و بر این مریضی گرفتار شد، مسیر او دو راه است: یا اینکه در عذاب پروردگار باقی خواهد ماند، یا اینکه جزئی از حیات آخرتی خود را در دوزخ می گذراند و بعد با خواست خداوند وارد جنت می گردد. و این حدیث هم درباره کبر، درباره متکبران هست که انسان متکبر مانند یک انسان کسلی هست که اگر خود را تبابت نکند، مسیر او و باششگاه او دوزخ جاودان هست، یا علی الاقل او در عقاب خداوندی و در عذاب خداوندی یک مدت باقی خواهد ماند. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که یکی از پیشتازان اصحاب پیامبر و یکی از عالمان اصحاب رسول به شمار می رود، از حبیب خدا حدیثی روایت کرده است. حضرت می فرمایند: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. کسی که در دل او ذره از کبر باشد، از متکبری ذره که در وجود او باشد، او جنت نمی درآید. علما میگویند که رسول خدا لفظ کبر را استعمال کرد که بدون الف و لام، یعنی هر نمود کبری که در وجود انسانیت باشد و هر کبری که در بدن انسان هست، او بدن و او جسد لایق نیست که داخل جنت پروردگار عظیم و شان بگردد. مردی از رسول خدا پرسید، مردی از همنشینان پیامبر، از پیامبر گرامی پرسید: یا رسول الله، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا و نعله حسنا. ای رسول خدا، بسیاری از مردم لباس زیبا می پوشانند و پاپوشی های زیبا می پوشانند. آیا این از جمله کبر هست؟ آیا از جمله متکبرین هستند کسانی که لباس زیبا و آزاده می پوشانند؟ پیامبر گرامی متکبر و صفات متکبرین را بیان کرد و فرمود: الکبر بطر الحق و غمط الناس. حبیب خدا گفتند که کبر چی هست؟ کبر آن است که انسان هنگامی که حق را می شنود او را قبول نمی کند. این متکبر هست. امروز انسان هایی هستند که تا پیر اونها و مخلص اونها و کسی که با او باوری دارد سخن حق را از او نشنود، از پسر یک کمبغلی بیچاره که حق را میگوید
او را قبول نمی کند. رسول خدا می فرمایند که این نمود انسان هایی که سخن خدا و پیامبر و احکام الله جل شأنه را می شنوند از کسی که نباشد یا او پسری کمبغل است یا بای، مهم این که از جمله حق و حقدانها و از علمای ربانی اسلام است او را قبول نمی کند. رسول خدا می گوید که این انسان متکبر است. قسم بر خدایی که جان من در دست اوست، اگر انسان سخن حق را قبول نکند او متکبر است. اگر میلیون انسان بگوید که نه این متکبر نیست، او را تزکیه هم نمایند، والله که متکبر است. اگر او متواضع می بود، او سرخم می بود، او اگر حدیث پروردگار و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبول می کرد، او هیچگاه در تحت این حدیث پیامبر، در تحت این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمی درآمد. برای همین در شرح صحیح مسلم قاضی عیاض رحمت الله علیه می فرماید که متکبر کسی هست که سخن حق را می شنود و از او رو می گرداند، او متکبر است. رسول خدا در دوام این حدیث فرمودند و غمت الناس، و انسانی که مردم را در یک تنگه حساب نمی کند، انسانی که مردم هیچی حساب نمی کند، در راه اونها را می بیند و به اونها اهمیت نمی دهد، سخن اونها را اصلا قبول نمی کند، اونها را پسند نمی کند. یا بسیار متکبرین که امروز الله جل شأنه برای اونها جزء از مال دنیا را دادند، با مال دنیا با دارایی خود متکبری می کند، این انسان هم نیز متکبر هست. یقین بدانید ای بندگان خداوند و ای امتان رسول صلی الله علیه و سلم که انسانی که یک انسان در یک کپک حساب نمی کند، سخن او را اصلا سخن هم نمی داند، او هم متکبر هست. خلاصه احادیث پیامبر و خلاصه آیه های قرآنی درباره کبر این است که انسانی که سخن حق را قبول نمی کند و مردم را هیچ چیز نمی شمارد، او متکبر هست، او مستحق هست که در عذاب پروردگار عظیم و شان گرفتار هست و او جنت نمی بیند. علمای اسلام کبر را دو نمود تقسیم کردند. کبری هست که کبر متکبرین که احکام الهی را او قبول نمی کند، از جمله نماز و روزه و حج و زکات و حدود الهی را حدود نمی داند و متکبری می کند. این مسلمانی است، بلکه در دوزخ الهی و در او آتش پرشدت الله جل شأنه ابدا باقی خواهد ماند. اما کسی که بعضی از سنت ها و سخنان حق را قبول نمی کند که با قبول نکردنش علما در قوانین خود این قبول نکردن او را کفر نمی دانند، البته واردی دوزخ می شود و از او عذابی پرشدت دوزخ حتما می چشد و عذابی دردناک دوزخ پشت سر می کند. بعد از آن در اختیار پروردگار عظیم و شأن است که او را داخل جنت می درآرد یا نه، تحت مشیت الله است. دعا میکنیم که پروردگار عظیم و شأن از همه کبری که سخن حق را قبول نمی کند صاحبش الله جل شأنه از او نمود کبر همه ما و شما را نگهبان باشد و هر کجای سخن حق را دیدیم و پیش کسی که دیدیم او را قبول کنیم برای رضای خداوند و برای اینکه الله از جمله سرکشان و متکبران الله جل شأنه ما را نگذارد،
دعا میکنیم اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و من نفس لا تشبع و من دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.